بنابر روایتی در صحیحین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هر کسی که در خواب مرا ببیند در بیداری یعنی در بهشت هم مرا خواهد دید. ولا یتمثل الشیطان بی، و شیطان نمیتواند خودش را به شکل و شمایل من به شما بنمایاند. منتها در اینجا یک نقطه بسیار مهمی هست و آن این که افرادی ادعا میکنند که پیامبر را در خواب دیدند. میگن ما یک جوانی را دیدیم، نمیدونم لباس سبز پوشیده بود، یا یک پیرمردی را دیدیم ریشش سفید بود، گفتند این پیامبر هست. نه، این پیامبر نیست. اینها مطابقت ندارد با شمایل و ویژگی هایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. هر چیزی که مطابق با شمایل رسول الله دقیقا نقل شده که ایشون چند تار مویشون سفید بوده، چه شکل و شمایلی داشتن، اگر مطابق با این در خواب ببیند رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده و یک مژده هست، و اگر غیر از این بود این خوابش اعتبار ندارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیده.